اون پیرمرد 2 روز پیش زنگ زدم به چیز میشه به اورژانس اجتماعی، یه خانم جاودار گفت به ما رب نداره، اسکانش نمیدیم، باید زنگ بزنیم 110 یا 137 شهرداری. زنگ زدم 110، گفت به اون خانم نفهم بگو بندازیم بازداشتگاه خوبه، ما جامو کجا بود. گفتم حرف درستی میگی. زنگ زدم به شهرداری هم گفت حالا امشب ساعت 8 بود. گفت حالا امشب نمیشه، همکارامون رفتن فردا زنگ زدن شد، فردا زنگ زدم شهرداری گوشی جام ندادن. 2 روز بعد رفتم این پارک اطراف زنگ زدم شهرداری، گفت باشه الان میایم. منم که پیش این پیرمرد بودم تا بیام. پیرمرد جلو اونجا داخل گوشی اون دیواره جا انداخته میخواد. گفت باشه الان میایم. 20 دقیقه رفتم زدم به شهرداری، گفتم چرا نیومدی؟ گفت اومدیم. گفتم منم 20 دقیقه اینجا جلو رویزم. گفت نه اومدیم. پیرمرد گفته خودم خونه دارم میرم خونه. بعد بهش گفتم شهرداری اومدی بهت گفته؟ در حالی که خودم اونجا بودم. گفت من اگه خونه داشتم چجوری اینجا؟ زنگ زدم 110 اومد. اون گفت میخوای خودم برای خونه اجاره کنم؟ به جای اینکه یه زنگ شهرداری بزنه یه واسطه گری کنیم اینم این جواب میداد. گفتم به شهرداری، گفت ما زور شهرداری نمیاییم. بعد دوباره بزن زدم به خانه سالمندان. خونه سالمندان یه خانم جاودار گفت من هیچ کار، من مرکزم، باید بزیسی و اینا معرفی کنیم، مرد شور خودتون مملکتتون اداره کردن رو ببرن. توفی